آریانا سعید در ترکیه حادثه کرد. دلیل حادثه آریانا سعید در ترکیه چی بوده است؟ وضعیت مرگبار آریانا سعید در ترکیه و گریه های اسیب سعید نامزدش برای وضعیت آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند با استعداد، هنرمند موفق، یکی از چهره‌های مشهور در هنر موسیقی افغانستان بوده است. محبوبیت و شهرت آریانا سعید در میان مردم افغانستان بیشمار می باشد و علاقه‌مندان و طرفداران هنری خاص خودش را داشته است. آریانا سعید دوست دارد بیشتر اوقات برای دفاع از حقوق زنان کشورش صدا بلند کند. اولین هنرمند افغانی بود که در پارلمان اروپا اجرا کرد و توانست جلب توجه میلیون‌ها خارجی شود. آریانا سعید هنرمند افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین الملل برگزار می شود. دوزاران صدای آریانا سعید نه تنها در افغانستان بلکه از مرزهای افغانستان عبور کرده است. کنسرت‌های آریانا سعید را می توان در میان افغانان یکی از پردرآمدترین کنسرت‌ها دانست. ولی چند نمی شود آریانا سعید در کشور ترکیه زندگی می کند. تازه تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور ترکیه حادثه ترافیکی کرده است، ولی تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا از طرف اسیب سعید نامزدش تایید نشده است. ولی گریه های جانسوز اسیب در صفحات مجازی جلب توجه هزاران افغان شده است. ما در آرزوی شفایاب شدن برای این بانوی خوش صدا و مهربان کشور خود هستیم. دوست داریم آریانا سعید دوباره به کارهای هنریش مانند قبل ادامه بدهد. عزیزان و دوستانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.